سلام. اگر تو هم ریزش مو داری احتمالاً اسم ماینوکسیدیل رو شنیدی. میدونستی در ابتدا ماینوکسیدیل داروی درمان فشار خون بوده و وقتی پزشکا با عارضه جانبی جالبش روبرو میشن میبینن باعث رشد مو شده. همین میشه یه تاییدیه جهانی که این دارو برای کنترل ریزش مو هم استفاده بشه. تمنا میکنم دقت کنید. چرا میگم کنترل ریزش مو، نمیگم درمان ریزش مو؟ زمانی که شما از ماینوکسیدیل استفاده میکنید ریزش کنترل میشه و حتی رویش مجدد هم ممکنه ایجاد بشه. اما زمانی که مصرف رو متوقف کردین برای همه چی برمیگرده به حالت اول و حتی ممکنه ریزشتون شدیدتر بشه. حالا راه حل چیه؟ من فاطیما کوروشیار هستم. مهر 1404 میشه 16 سال که من توی حوزه زیبایی فعالیت دارم. تمام متخصصین محترم پوست و مو کرمان رو میشناسم. داروسازها رو به لحاظ مراوده تجاری که داشتیم با هم میشناسم و همچنین پزشکای زیبایی. و چون شیرازی هستم متخصصین محترم پوست و مو قدیمی شیراز، داروسازهای قدیمی و پزشکان زیبای قدیمی رو هم میشناسم. پس این اطلاعات از دل تجربه، سابقه و تمرین بیرون اومده. بریم ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. یه مقاله سال 2015 توی مجله علمی سکین مد، لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میگذارم، منتشر شد که 100 نفر که ریزش موی ارثی داشتن رو در نظر گرفتن. 50 نفر گفتن روغن رزماری استفاده کنید و به 50 نفر دیگه گفتن ماینوکسیدیل 2% استفاده کنید. بعد از 6 ماه دیدن که نتیجه کاملا مشابهه، ولی ماینوکسیدیل 2% به بعضی از افراد یه سری عوارض داده، مثل خارش، مثل قرمزی پوست و رشد موی ناخواسته در جاهایی که ماینوکسیدیل ریخته شده. دو حالت داره: یا باید مادام العمر از ماینوکسیدیل استفاده کنید و یا اینکه به صورت تدریجی مصرف رو کاهش بدید و به یک باره قطع نکنید. چون اگر به یک باره قطع کنید مطمئنا خوشحال نخواهید شد. ریزش شدیدتر خواهد بود. که اگر ریزش خفیفی دارید و شدید نیست و از ماینوکسیدیل 2% استفاده میکنید، بهتره که روغن رزماری رو بیارید و به تدریج جایگزین ماینوکسیدیل کنید. و اگر هم ریزشتون شدیدتره و از ماینوکسیدیل 5% استفاده میکنید، بهتر هستش که از یه تونیک کافئینه در کنار روغن رزماری استفاده کنید و پله پله ماینوکسیدیل رو بذارید کنار و بعد از تقریبا 1 ماه یا 2 ماه که از تونیک استفاده کردید در کنار روغن رزماری، بعد اگر بذاریدش کنار، اون وابستگی که موهاتون و کف سرتون به ماینوکسیدیل داشته کم کم و کمتر میشه و اون عارضه‌ای که به یک باره شما مصرف رو متوقف کنید رو نخواهید داشت. اگه مطالب برات مفید هستن لطفا توی کانال سابسکرایب کن و دکمه زنگوله رو فشار بده تا وقتی مطلب و ویدیو جدیدی رو منتشر میکنم تشریف بیارید و ببینید. اگر هر سوالی در مورد پوست و مو دارید، چه روتین پوستی و چه روتین مویی، کامنت کنید و من حتما به کامنت ها پاسخ خواهم داد. و اگر میخواین بدونید که اصلا چرا ریزش اتفاق میفته، ویدیو بعدی منو از دست ندید. خدا نگهدار.